سلام به شما بچه‌هایی که قراره ویدیوهای خفن بسازید. امروز می‌خوایم با هم شیرجه بزنیم تو دنیای این ویدیو AI. یه ابزار خیلی قوی برای ساختن ویدیو، چه برای کار و بیزینس، چه برای سرگرمی و دل خودتون. اصلاً هم لازم نیست تجربه‌ای داشته باشید. ما از صفر شروع می‌کنیم و قدم به قدم مهارت‌هاتون رو با هم می‌سازیم. من رو مثل یه مربی رفیق بدونید که قراره هم چیزای اولیه رو بهتون یاد بده، هم یه سری فوت و فن حرفه‌ای. این ویدیو AI از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا ساختن ویدیو رو براتون راحت و سریع کنه. اینجوری شما میتونید روی ایده هاتون تمرکز کنید. محتوای ویدیویی دیگه همه جا هست. شرکت‌ها، معلم‌ها، هنرمندها همه ازش استفاده میکنن تا با بقیه ارتباط بگیرن و داستانهاشون رو تعریف کنن. با این ویدیو AI شما هم به این انقلاب خلاقیت ملحق میشید و یاد میگیرید که چطور داستانتون رو با قدرت تعریف کنید. هدف ما اینه که شما با ساختن ویدیو احساس راحتی و اعتماد به نفس کنید. تا آخر این ویدیو هم یاد میگیرید چطور از این ویدیو AI استفاده کنید، هم یه سری نکته‌های مخفی رو کشف می‌کنید. یه نفس عمیق بچید. ماجراجویی ویدیو سازی شما از همین الان شروع میشه. بزن بریم این سفر هیجان انگیز رو با هم شروع کنیم. اول از همه بیاین اکانت این ویدیو AI خودمون رو بسازیم. برید به سایت این ویدیو AI و روی دکمه ثبت نام یا ساین اپ کلیک کنید. ایمیلتون رو وارد کنید و یه رمز عبور قوی بسازید، یا اگه میخواهید سریعتر انجام بشه با گوگل یا فیسبوک ثبت نام کنید. مراحل رو دنبال کنید، قوانین و مقررات رو بخونید و اطلاعاتتون رو بفرستید. ایمیلتون رو چک کنید، یه لینک تایید براتون میاد. روش کلیک کنید تا اکانتتون فعال بشه. حالا برگردید به سایت و با اطلاعات جدیدتون وارد بشید یا لاگین کنید. وارد شدید، داشبورد اصلی، زمین بازی خلاقیت شماست. یه چند لحظه وقت بذارید، یه چرخی بزنید و باهاش آشنا بشید. جادوی ویدیوی شما از همینجا شروع میشه. به داشبورد این ویدیو AI خوش اومدید. مرکز فرماندهی خلاقیت شما. اینجا میتونید پروژه های جدید شروع کنید یا پروژه های قبلیتون رو مدیریت کنید. بیاین اولین پروژه‌مون رو بسازیم. دنبال دکمه Create New یا همون علامت به علاوه پوس بگردید. این ویدیو AI چند تا گزینه بهتون میده. قالب‌های آماده، هوش مصنوعی، تبدیل متن به ویدیو یا یه صفحه خالی برای شروع. برای شروع، قابلیت تبدیل متن به ویدیو رو امتحان کنید. فقط کافی یه متن بهش بدید و هوش مصنوعی خودش صحنه رو براتون میسازه. برای پروژه‌تون یه اسم واضح انتخاب کنید. مثلا اولین ویدیوی خفن من. اندازه تصویر یا همون نسبت ابعاد رو بر اساس جایی که میخواید ویدیو رو منتشر کنید انتخاب کنید. مثلا مربع برای اینستاگرام یا کشیده برای یوتیوب. خود این ویدیو AI تو این انتخاب‌ها راهنماییتون میکنه. خب، حالا بیاین وارد فضای اصلی ویرایش بشیم و شروع کنیم به ساختن. شما الان تو ویرایشگر این ویدیو AI هستید، قلب تپنده ساخت ویدیویی شما. قسمت‌های اصلی اینها هستند: کتابخونه رسانه برای عکس، ویدیو و موسیقی، تایملاین یا خط زمانی برای چیدن داستانتون و پنجره پیشنمایش برای دیدن نتیجه کارتون. میتونید فایل‌های خودتون رو آپلود کنید یا از میلیون‌ها فایل آماده موجود استفاده کنید. مثل موسیقی‌های بدون حق کپی رایت، کلیپ‌ها رو بکشید و بندازید روی تایملاین، کوتاهشون کنید یا جابجاشون کنید و متن یا موسیقی اضافه کنید. تایملاین مثل دفترچه داستان شماست. اگه خوب یادش بگیرید، کنترل کامل ویدیوتون دست شماست. از پنجره پیشنمایش استفاده کنید تا تغییرات رو همون لحظه ببینید. ابزارهای ویرایش متن، المان‌ها و ترانزیشن‌ها، همون افکت‌های جابجایی بین صحنه‌ها رو بررسی کنید. از امتحان کردن نترسید. همینطوری کلیک کنید و باهاش راحت بشید. برید باهاش. شروع کار با یه ابزار جدید میتونه یکم سخت باشه، اما اینجا چند تا نکته طلایی براتون دارم. پروژه‌تون رو زود به زود ذخیره کنید.
ذخیره خودکار خوبه، اما ذخیره دستی خیال آدم رو راحت میکنه. داشتن اینترنت پایدار خیلی مهمه، چون این ویدیو AI روی وب کار میکنه. اگه احساس کردید سرعت کمه، تب‌های دیگه مرورگرتون رو ببندید تا منابع سیستم آزاد بشه. صبور باشید. خروجی گرفتن از ویدیوها رندر کردن میتونه زمان بر باشه. از قالب‌های آماده استفاده کنید. اونا یه ساختار حرفه‌ای بهتون میدن که میتونید به سلیقه خودتون تغییرش بدید. کتابخونه قالب‌ها رو برای سبک‌ها و هدف‌های مختلف بگردید. از منابع کمکی استفاده کنید. آموزش‌ها، سوالات متداول و گروه‌های آنلاین. سوال بپرسید و از بقیه یاد بگیرید. یادگیری مداوم راز پیشرفته. خب حالا بیاین با ویرایش خلاق بشیم. کلیپ‌های ویدیویی اضافه کنید، مال خودتون رو آپلود کنید یا از ویدیوهای آماده استفاده کنید. بعد کوتاهشون کنید تا داستانتون خلاصه و مفید بشه. از متن برای عنوانها، زیرنویس‌ها یا دعوت به اقدام استفاده کنید. فونت، رنگ و انیمیشن‌هاش رو به سلیقه خودتون تغییر بدید. متن رو جایی بذارید که راحت خونده بشه. عکس یا گرافیک اضافه کنید. مال خودتون رو آپلود کنید یا از کتابخونه آماده استفاده کنید. تنظیم کنید که عکس‌ها چقدر نمایش داده بشن و کجا قرار بگیرن. موسیقی حال و هوای ویدیو رو تعیین میکنه. از کتابخونه موسیقی‌های بدون کپی رایت انتخاب کنید یا مال خودتون رو آپلود کنید. موسیقی رو به تایملاین اضافه کنید. صداش رو طوری تنظیم کنید که مکمل ویدیوتون باشه، نه اینکه رش سوار بشه. افکت‌های صوتی میتونن تاثیر بیشتری به ویدیو بدن. با فکر و حساب شده ازشون استفاده کنید. قالب‌های آماده سلاح مخفی شما هستن. حرفه‌ای‌ها هم ازشون استفاده میکنن. تو کتابخونه قالب‌ها بر اساس دسته‌بندی یا سبک بگردید و یکی رو انتخاب کنید که به پیام شما بخوره. همه چیز رو شخصی سازی کنید. متن، عکس‌ها و رنگ‌ها رو عوض کنید تا با برند شما هماهنگ بشه. جلوهای ویژه به کارتون آب و رنگ میدن. از ترانزیشن هایی مثل محو شدن، فید یا اسلاید برای جابجایی نرم بین صحنه ها استفاده کنید. فیلتر، المان های متحرک یا استیکر اضافه کنید، اما زیاده روی نکنید که شلوغ بشه. شورش رو در نیارید. کتابخونه المان ها رو برای شکل ها، لایه های روی و آیکون ها بگردید. جزئیات کوچیک مثل نوارهای پیشرفت یا آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی میتونن تعامل مخاطب رو بیشتر کنن. یادتون باشه، گاهی کمتر، بیشتر افکت‌هایی رو انتخاب کنید که داستان شما رو بهتر کنن، نه اینکه حواس رو پرت کنن. نسخه‌های رایگان این ویدیو AI برای یادگیری عالی‌اند، اما معمولاً یه واترمارک روی ویدیوهاتون میندازن. واترمارک برای استفاده شخصی مشکلی نداره، اما برای کارهای تجاری غیر حرفه‌ای به نظر میاد. برای برداشتن واترمارک باید به پلن پولی ارتقا بدید. این کار امکانات بیشتر و کیفیت بالاتری رو باز میکنه. پلن‌های پولی، فایل‌های آماده بیشتر، قالب‌های ویژه و فضای ذخیره‌سازی بهتری میدن. دنبال راه‌های غیر رسمی نباشید. این کارها اکانتتون رو به خطر میندازه. از پلن رایگان برای یادگیری استفاده کنید. بعداً ارتقا بدید. تبریک میگم. شما نکات اصلی و ضروری این ویدیو AI رو یاد گرفتید. تمرین کلید اصلی به آزمایش کردن و کشف امکانات جدید ادامه بدید. کار نیکو کردن از پر کردن است. ویدیوهای آموزشی ببینید، به گروه‌ها و انجمن‌ها ملحق بشید و کارهاتون رو برای گرفتن بازخورد با بقیه به اشتراک بذارید. همیشه قبل از شروع ویرایش، برای ویدیوهاتون برنامه‌ریزی کنید و فایل‌های مورد نیازتون رو جمع‌آوری کنید. ساخت ویدیو یه مهارت خیلی با ارزشه. ازش برای کسب و کار برندسازی شخصی یا به اشتراک گذاشتن علاقه‌مندی‌هاتون استفاده کنید. این ویدیو AI ابزار شماست، اما داستان گو شمایید. جسور باشید، خلاق باشید و بذارید صدای شما شنیده بشه. برید یه چیز فوق‌العاده بسازید. بی صبرانه. منتظرم ببینم چی درست میکنید.